باری غمهای کهن را میکشم، داغ و دردی کوهکن را میکشم، تا پیام گویم از صبح وطن، رنج شبهای سخن را میکشم. درود بینندگان ارجمند، محمد حجازی فرموده که جوان یا در شور و شوق است، یا ملول و آزرده، یا دشمن می شود، یا عاشق، یا بنده، یا بیزار. ما به برنامه نوبتی ادیب و استقلال جوانی را که همیشه در شور و شوق است، همیشه تلاش شعر تازه گفتن را دارد و همیشه شعله محبت وطن در دلش علنگه میزند، ایجادکاری با استعداد بزرگمهر بهادر را دعوت کردیم. شما را به برنامه ادیب و استقلال خوش آمدید میگیم. دوشنبه قلب میهن است و ساکن این شهر لارا بودن افتخار است. پس بیایید در آغاز با یک شعر شهر دوشنبه را وصل بکنید، بعدا صحبت خود را دوام میدهیم. دوشنبه پایتختم شهر گل هاست، دوشنبه شهر دخترهای زیباست، بسا دلنامه ها اینجا نوشتند، دوشنبه شهر دلهای مبراست. سری هر کوچه‌اش دلپاره بینم، هزاران عاشقی آواره بینم، برای طفل عشق و آرزوها به چشم دخترش گهواره بینم. در اینجا هر کسی دل داده باشد، دل و جانش به کف استاده باشد، کسی را در رگش خونی جوانی است، به کوی دلبر افتاده باشد. دوشنبه درگه صلح و امانی، بخارا شهر ارمانی ثانی، بهین عنوان این شهر محبت، جوانی و جوانی و جوانی. منور روز و شبهای دوشنبه، معطر باغ گلهای دوشنبه، روی لندن و پاریژ و به مسکو، نمی یابی تو همتای دوشنبه. زیباغ و راغ شاید نکت عشق، جوان و پیر او از ملت عشق، در اینجا مال و دولت هم نیابی، تو حتما یابی اینجا دولت عشق. خوب سلامت باشید. بسیار شعر دلنشین و گوارا است. در پیام نوبتیشون پیشوای ملت سال 2017 را سال جوانان اعلان کردند. شما همچون یک ایجادکاری با استعداد این اقدام پیشوای ملت را چگونه استقبال نمودید؟ در تمام کشورهای مترقی جوانان همچون نیروی سازنده همیشه مورد توجه قرار دارند. از جمله در تاجیکستان نیز برای رشد تمام ساحه‌ها بیشتر به جوانان تکیه میکنند. باید نسل امروز دانش خود را، تجربه خود را، ملکه خود را برای آیندگان، برای نسل نو، برای جوانان انتقال دهند که تا آنها را مکمل کنند. من فکر میکنم که اعلان شدن سال جوانان در تاجیکستان بسیار هم رمزی است، با آن خاطر که شروع میکنیم از دلشاد نظرов، شروع میکنیم از موزون چوری و تمام امروز ببینید بسیار دستاوردهای ما مربوط به جوانانند. امروز در المپیادهای علمی، در المپیادهای فنی، حتی در المپیادهای فنی بین المللی جوانان ما رفته جایهای سزاوار را اشغال کرده ایستادند و از شاعران، از نویسندگان، از عالمان، بعضی شاعران ما هر روز ما با واسطه تلویزیون، با واسطه اخبار ما میبینیم که جوانانی نو به نو کشف میشوند که اونها تماما راه خود را دارند، سبک و سلیقه راه خود را دارند، سبک و طرز اصولی وارد شوی به همین دنیای مثلا همون اختصاص خود باشد یا ساحه خود باشد، اون راهی که خودشون انتخاب کردن دارند و به همین خاطر این جهت ها را پرزیدنت کشور به این نوبت گرفته سال 2017 را سال جوانان اعلام کنند. استاد لایق میگن که شاعری غایت قدرت بوده است، ادبیات ابدیت بوده است. میگفتید ادبیات برای بلند برداشتن معنویات مردم در گذشته چی نقش داشت و امروز چی رسالت را بر دوش دارد؟ در مجموع رسالت ادبیات تربیه بشر است. ادبیات تمام خلق‌های جهان، شروع از ادبیات یونان، شروع از ادبیات چین قدیم، ادبیات هندی قدیم، ادبیات فارسی زبانان، ادبیات فارس که بسیار به عمق تاریخ رفته میرسد، رسالتش همین تربیه بشر بوده است. انسان همیشه برای به دست آوردن زندگی خوب، برای آن زندگی که شایسته باشد، برای زندگی که از همه جهت تامین باشد، کوشش میکند که به چیزهای مادی دسترسی داشته باشد. اما هرگز مادیات روح انسان را که بسیار هم مقدس است، در ادبیات کلاسیکی ما روح انسان جایگاه ویژه دارد، هرگز روح انسان را قانع کرده نمیتواند. روح انسان با مادیات من میتونم بگویم که
کمی در کم علاقمندی دارد. روح انسان نیاز دارد به ادبیات، به اخلاق، به تربیت، به آدمیت، به شرف، ناموس، ننگ، محبت، عشق، عاطفه، احساسهای بسیار نجیب انسانی هستند که روح انسان بیشتر به اونها نیاز دارد و ببینید که انسان بودن انسان هم چینه که انسان بودن انسان هم ان همین احساس است و ان همین اخلاق است و آداب است و ادب است. و این در ادبیات کلاسیکی ما بسیار وصف شده است، چون شروع می شود از استاد رویده که اگر بر سری نفس خود امیری مردی، بر کور و کرر نکته نگیری مردی، مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دستی فتاده بگیری مردی. یعنی که اون همین از این شروع می شود. بعدا می بیاییم به فردوسی بزرگ، می بیاییم به سینا و به اینها، به همه اگر مراجعت کنید اونها همه به یک آواز گویا که تصدیق میکنند که ادبیات همیشه انسانها را برای زندگی پاک، به یک زندگی که فرهمندانه باشد، به یک زندگی که سرشار نور است، سرشار گل است، سرشار نفاست است، نزاکت است، لطافت است، همیشه ترغیب میکند ادبیات. ادیبه بسیار مشهوری فرانسه آن دنوای نام دارد، در عصر 18 و 19 عمر به سر برده است. چقدر دلباخته و شیدای مثلا حافظ و سعدی است. او حتی در ببینید در فرانسه، در اروپا، این دل فرانسه است، پاریس ببینید. در پاریس حتی یک خانه که را با اصول شرقیانه ساخته، کنده‌کاری کرده، با همین اصول شرقیانه بنیاد کرده، وصیت کرده است که مرا در همین خانه که با یک اسلوب شرقیانه ساخته شده است دفن کنید. ببینید محبت آنها، صداقت آنها چقدر زیاد است با آثار گرانبهای گذشتگان ما، با حافظ و سعدی و مولانا. از همین چیز هم به خودم خلاصه برآوردم که واقعا امروز مردم دنیا نیاز دارد به ادبیات بزرگ، به ادبیات اصیل که اون را ما داریم خوشبختانه. سلامت باشید. از نگاه بزرگمهر بهادر فرهنگ و فلسفه را کدام عنصر و یا روند به هم میپیوندند؟ فرهنگ در علم فلسفه بسیار مفهومی وسیع است، چون که در فرهنگ وارد می شود از جمله ارزش شناسی که ارزش شناسی یکی از نشانه های عمده، یکی از نشانه های اساسی انسان است. فرهنگ، ارزش شناسی، اینها همه شاخه های علمی بزرگ فلسفه اند. چون ما میدونیم که فلسفه را ملکه فن‌ها یا ملکه علم‌ها میگویند. البته در یونان قدیم چون سرچشمه های بزرگ و سرچشمه های بسیار هم ماندگار و جاویدانه فلسفه از یونان سرچشمه میگیرد، ما میبینیم که فلسفه در آغاز تمام علم ها را در خود در بر داشته است، از جمله فرهنگ را، و بعدا این علم ها از جمله علم پسیخولوژی، روانشناسی، از جمله پداگوژیک، اینها همه بعدا از همچون شاخه ها که از یک دریا گویا که از فلسفه جدا شدند. و فرهنگ یک جزئی بسیار هم مهمی فلسفه به حساب می رود. فرهنگ را در اصطلاح فارسی، در اصطلاح فارسی تاجیکی میتونم بگویم که همون همان نور است و نور این روشنایی است. و ببینید در ادبیات باستانی ما، عتیقه ما، از جمله در ادبیات زمان زردشت، زمان پیش از میلاد، نور همیشه ضدی یا که تضادی ظلمات، تاریکی بوده است و تاریکی خود از خود این همون مفهوم بدی است و نور این همون مفهوم نیکی است و همیشه نور یعنی که بدی و نیکی همیشه از آغاز ادبیات، از آغازی که انسان هست به همدیگر همیشه در مبارزه هستند. همیشه میخواهد بدی انسانها را به دام خود کشاند، انسان را به تاریکی کشاند، اما روشنایی یعنی که همین فرهنگ از اون دور میکند. یعنی که احساسی بدی انسانی، احساس که گفتم اون در مجموع همین احساس های بدی زشت انسانی را در نظر دارم سرکوب میکند، ضعیف میکند. و وقتی که اخلاق و آداب و یا که بعضی خصوصیت و ویژگی های بدی انسان وقتی که سرکوب میشود، وقتی که ضعیف میشود، انسان خود از خود به روشنایی میل میکند، یعنی که به زندگی روشن، به زندگی که او را میتواند خجسته کند، میتواند دل او را فرهیخته کند، میتواند او را در بین مردم آبرو و اعتبار دهد، نفوذ دهد به او. فرهنگ امروز اگر وابسته به فلسفه همچون یک شاخه بزرگ و محتشم و اساسی فلسفه اگر چقورتر آموخته شود و درستتر تلقین کرده شود، ما میتوانیم جوانانمان را از
اون بی اخلاقی ها، از اون یک گروه های ارتجاعی، گروه های تندرو به قول اکستریمیستی و تروریستی آنها رو امین نگه داریم. یگانه سپری با اعتماد ما علی رغم اون همه غایه های ارتجاعی و تندگرا، این همان معنویت است، فرهنگ است که همیشه با فلسفه همچون مثل گوشت در ناخن است. سلامت باشید. خوب، اینجا امکان دارید باز هم یک شعر دیگر رو برای بینندگان تقدیم کرده باشید. ساعت خانه ما ویران است، مادرم بی ساعت، مادرم بی تقویم، سرحسابی همه تاب و تبش می داند. زرهی رفتن و باز آمدنی شمس خدا، رفتن و آمدنی روز و شبش می داند. از رقمهای زیادی موهوم، از حسابی همه سود و زیان، روز میلادی مرا می داند. ذاتاً و فلسفه زندگی را می داند که برای دیگران زیستن است، بی ساعت، بی تقویم. همچون موهاش سفید، روز او اسپید است، به دلش عقربکی امید است، ساعت مادری من خورشید است. بسیار شعر زیباست. شما که در روزنامه جمهوریت به حیث سرمتخصص شعبه فرهنگ فعالیت دارید، امروز در بین جامعه روزنامه جمهوریت چه موقعی دارد و کار در این روزنامه با نفوذ امروز چگونه جریان دارد؟ جمهوریت یکی از سابقه دارترین روزنامه های جمهوری تاجیکستان است که زمان با نام تاجیکستانی سوویتی بسیار هم معروف و مشهور بود. بعدا در زمان استقلالیت نام جمهوریت را گرفت و این روزنامه هفته 5 مرتبه روی چاپ را می‌بیند و میتوانم بگویم که یک نخستین اولین و روزنامه رقمی یک جمهوری است واقعا هم که در تطبیق و پیشبرد سیاست امروزی تاجیکستان، امروزی حکومت جمهوری تاجیکستان همیشه سهم میگیرد و جمهوریت میتوانم بگویم که در تمام منطقه تاجیکستان خواننده زیادی خود را دارد. زیاد از 40,000 نسخه هر روز چاپ می شود. صحیفه های روزنامه همیشه با مقاله ها و مطلب های خواندنی، با مسئله و گزارش های بسیار مبرمی که داغ جامعه امروزی ما را یا پیشرفت جامعه ما را انعکاس میکند همیشه آرا داده می شود. از جمله با اون خاطر که روزنامه همیشه نبض سیاست امروزه را درست انعکاس کند و نبض زندگی مردم را همیشه سنجد. ما گوشه های داریم با نام گوشه شهروند که نامه های بی تحریر آنجا چاپ می شود. ما گوشه داریم پرسش و پاسخ که آنها میتونند به سوال های از نظر حقوقی به بعضی سوال هایشان مردم جواب گیرند. ما در آنجا گوشه های دیگر از جمله امسال بخشیده به سال جوانان گوشه مخصوص با نام سال 2017 سال جوانان یک گوشه تشکیل کرده ایم. یادآور میشم که جمهوریت بخشیده به 20 سالگی عید وحدت که در پیشروی ما قرار دارد. امسال جشن این دستاورد بزرگ 20 ساله می شود. یک آزمونی بسیار هم در سطح جمهوری آزمونی اعلام کرده است که این آزمون با گرامی داشتی فرزند بزرگ ملت قهرمان تاجیکستان نصرت الله مخزوم بخشیده شده است و می توانند تمام روزنامه نگاران، تمام اهل ضیا، اهل فرهنگ، روشنفکران جامعه در این آزمون اشتراک کنند و وابسته به اون سبقهای تاریخی عید وحدت، جشن وحدت، سبقهای تاریخی این دستاورد بزرگ تاجیکستان مقاله ها و مطلب های خود را فرستانند و در این آزمون جای مناسب خود را اشغال کنند. و یک جنبه مهمی فعالیت روزنامه جمهوریت از آن عبارت است که این روزنامه با تربیه جوانان بیشتر مشغول است. این اقدام جمهوریت که با تعلیم و تربیه، با به کمال رسانیدن با متخصصان جوان مشغول است، قابل دستگیری است و این جوانان البته امروز نه فردا نه پس فردای دیگر حتما کار روزنامه نگاری که کار سنگین است و در روزنامه دولتی، در روزنامه رقمی یک جمهوری فعالیت بردن اینقدر مشکل است. من باور دارم با گذشت وقت تدریجا می آموزند. از جمله من هم که پرورده جمهوریت هستم و نزدیک به 2 سال است که در اونجا فعالیت میکنم، از این مکتب بزرگ من میتوانم با یک دل پر بگویم که روزنامه جمهوریت یک مکتب بزرگ ادبی است، مکتب بزرگ روزنامه نگاری است. خوب، اینجا امکان دارید باز هم یک
شعر دیگر رو برای بینندگان تقدیم کرده باشید. در پشت تریزه ها بهار است هنوز، در پشت تریزه ها بهار است هنوز، در آینه چشم نگار است هنوز. یک عکس گله به میخک دیوارم، پژمرده و مشتاق هزار است هنوز. بازی بکنم به طفلکان کوچه، این بازی زندگی قمار است هنوز. رهپایی چپاییدن راهی مرگ است، ما در سر راه انتظار است هنوز. هر لحظه چو صید است برای ساعت، با تیرچه ها پیشکار است هنوز. باران که تریزه دلم میکوبد، انگشت سپید و نرمیار است هنوز. بیدانه همسایه قفس را بشکست، در پشت تریزه ها بهار است هنوز. امروزها سایت‌های اینترنتی در معرفی شعرهای ایجادکاران مساعدت می‌کنند، ولی متاسفانه نه همه این چکیده‌ها به طلبات رکن‌های شعر جوابگو هستند. البته این عامل به ذوق شعرفهمی مردم تأثیر منفی می‌رساند. می‌گفتید که برای بهبودی کار در این سمت چی چاره باید اندیشید؟ امروز اینترنت، یعنی که همین شبکه‌های الکترونیک، شبکه‌های اجتماعی، رابطه ایجادکاران جوان رو با شاعران زبردست، با شاعرانی که به کمال رسیدند و از هنر شاعری، از نازکی‌های ادبیات آگاه هستند، رابطه آنها را خوب برقرار کرد. میتواند یک نفر از بدخشان، از اون دیار دامنی گردون یا که از ولایت سوخت، میتواند آزادانه با شاعر یا با یک ادبیات شناس میتواند آزاد در رابطه باشد، ارتباط پیدا کند و چکیده های خامی خود را البته از دل و شعوری بسیار هم پرشور و شرر او که روی کاغذ می آید، خواه نثر است خواه نظم است، از نظر استادانش به آسانی گذراند. میتواند به واسطه مثلا پشت الکترونی به یگان نفر فرستد و اون نفر اصلاح کند، تحریر کند و اندیشه هایش را در پایان همان مطلب بنویسد و به از نو بفرستد. ببینید چقدر کاری مثلا ایجادکار را مخصوصا البته آسان کرده است. اما با وجود این بعضی شبکه‌های اینترنتی امروز اگر به اصطلاح گویم مثل یک شهر بی دروازه شده است که هر کسی میتواند اندیشه خود را نوبست از اون که اون اندیشه او یا که اون اثری ایجاد کرده او یا شعری او یا یک حکایه او یا یک خبری گزارش او به طلبات پوبلیسیستیکا یا که به طلبات شعر، به طلبات ادبیات جوابگو نیز میکارند. بله. و از 10 نفر حتما 5 نفر اون را میخواند و حتما وقتی که اون با اون اثرهای پوچ، با اون اثرهایی که با اون شعرهایی که حکایه و خبر و مقاله و گزارشی که پوچ است و بی هدف است و حتی من میتوانم بگویم که غیر اخلاقی است، وقتی که آشنا میشود حتما بر روان او، حتما بر روح او تاثیر میرساند و از این جهت بسیار هم بد است که جوانان ما میگروند به همین خبرها، به همین گزارش ها، به همین خبرهای نادرست، خبرهای برغلط، شعرهایی که عموما شعریت ندارند، از وزن و قافیه عاری هستند، به طلبات شعر جوابگو نیستند. وقتی که اونها به همین چیزها توجه بیشتر میکنند، خواه و ناخواه فکر میکنند که حد نهایی شعر همین است. اما شعر، این شعر حد و حدود ندارد. مخصوصا ایجادکاران جوانی ما از اینترنت جهت‌های مثبتی، فایده آوری، منفعت آوری اینترنت را بگیرند و از اون بعضی بخش‌هایی که به اخلاق آنها تأثیری منفی میرساند از اونها پرهیز کنند، دوری جویند. و من باز هم میگویم که هر چیز، خواه اینترنت باشد، خواه یک چیز دیگر باشد، معرفت استفاده بری دارد، فرهنگ استفاده بری دارد و خوب است اگر ایجادکاران ما از فرهنگ درست استفاده بری همین اینترنت رو هم دانند. وگرنه اینترنت جهان بیکران است. با واسطه اینترنت میتوانیم تاجیکستان رو معرفی کنیم، با واسطه اینترنت میتوانیم آثار خود را با گروه کلان خوانندگان بگذاریم که آنها نوبست از مسافه بین همدیگر اون را مطالعه کنند، حتی ترجمه کنند، حتی به زبان‌های خارجی ترجمه شود و در جهان معرفی شود. اینترنت یک جهانی است که اگر درست استفاده برده شود میتواند هم تربیت کند، هم به کمال رساند و هم معلومات فراوانی را پیش روی ما گشاده باشد. شما یکی از اشتراکچیان مشورت آموزشی ادیبان جوان جمهوری در شهر خوجند بودید. شما از آن مشورت چه تأثیرات برداشتید؟ همین مشورت آموزشی یا خود اگر گریم مشورت ادیبان جوان که ایجادکاران جوانی تمام منطقه ها از جمله بدخشان، ختلان، از ولایت سوخت
و شهر دوشنبه ناحیه تابع جمهوری را به هم پیوست. این هم در همون پرتوی سیاستی پیشگرفته حکومت جمهوری تاجیکستان که جوانان را همچون آینده سازان ملت و خلق و وطن میدانند در پرتوی همون سیاست صورت گرفت. در اونجا بیوسته رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان نظام قاسم اشتراک داشت و از جمله از ولایت سوخت شاعران بسیاری به مانند استاد فرزانه و استاد آذرخش و دیگران را جلب کردند که تا چکیده های ایجادکاران جوان را از نظر تحقیق گذرانند، بسنجند و با آنها مصلحت‌های ضروری را پیشنهاد کنند و از جمله ما را هم مشرف شد که در این مشورت اشتراک داشته باشیم و در اونجا از صحبت و مصلحت‌های استادان ادب از جمله کمال نصرالله، ادبیاتشناس نورعلی نورزاد و عطاخان سیف‌اللهیف و بسیار ادیبان معروف ما که هم در منطقه ولایت سوخت و هم در جمهوری شناخته شده‌اند از اونها مصلحت و مشورت سودمند برداریم برای خود تا که در آینده برای بهتر شدن محصول ایجاد خود از اونها استفاده بریم و من باور دارم که در پرتوی سال جوانان در دوام همین سال جوانان چنین مشورت ها در نقشه کاری اتفاق نویسندگان هست، چون ما آگاه شدیم که در نقشه کاری آنها یک مشورت محتشم میگذرانند بخشیده به عید وحدت که در اونجا جوانان تمام منطقه های کشور را بار دیگر جلب میکنند و این چنین مشورت ها، چنین آزمون های شعر، چنین یک محفل های شعری و محفل های ادبی من باور دارم که برای به کمال رسیدن جوانان و درست درک کردن نازکی های ادبیات و نگرویدن آنها به یک گروه های ارتجاعی و تندگرا مساعدت میکنه. یک شعر دیگری خود را در پایان برنامه قرائت نمایید. مادرم یکتاست مانندی وطن، مهر گرمش ریشه پیوندی وطن، الله‌هایش پیک فردا میدهد، پیک فردای فرهمندی وطن. خانه طفلی ما را هر سحر پر کند از دود اسپندی وطن. مادرم در خاک پاشد تخم گل، می شکوفد باغ لبخندی وطن. بار اول روی بازوی پدر، پیکرم پی برد پیوندی وطن. او مرا پرورد با خونی جگر، تا شوم روز جگربندی وطن. خب بزرگمهر، برای اشتراکتان در برنامه ادب و استقلال از شما سپاسگزاریم. بینندگان عزیز، در برنامه نوبتی ادب و استقلال مهمان بودند شاعر جوان و با استعداد بزرگمهر بهادور. با تمنای شکوفایی وطن و سعادتمندی جوانان ملت برنامه نوبتی خود را به پایان می‌رسانیم. تا دیدار دیگر سعادتمند و آسوده روزگار باشید.